دوستا همه ما شما میفهمید که جنگ واقعا یک پدیده خیلی ناگوار است و بخصوص برای ما افغانا و برای افغانستان که سالهای سال تقریبا نیم قرن است که در آتش جنگ میسوزیم. به هر حال ما از مقدمه صرف نظر میکنم که برنامه را دیدم خیلی برای ما طویل معلوم شد دیگه. ما فکر میکنم راسن به موضوع داخل میشیم و طوری که دوستا اطلاع دارن. امروز برنامه ما یک برنامه فوق العاده است و به شکل میز مدور یا میز گرد دایر میشه در 4 بخش یا 4 پنل و یا در 4 محور. ما شما مورد بررسی قرار میتیم که البته در محور اول که جناب یگانه صاحب با عهده گرفته مسئله بله محور اول فاکتورهای فرهنگی روانی ایران زمین در معادلات امنیتی منطقه و محور دوم محترم دکتر صاحب ترکی ارائه میکنن که او اقتصاد سیاسی گروه های نیابتی و پدیده بازگشت تهدید است. محور سوم ارائه کنندش محترم دکتر پیکار صاحب است که پیامدها برای افغانستان منطقه و آینده نظم بین‌المللی و محور چهارم البته توسط سپان صاحب فکر میکنم مگر که احمد صاحب هم باید در زمینه بحثو بنابر مریضی و عوضی که دارن جناب سپان صاحب را پیش میبرن. دیگه او مسئله ژئوپلیتیک است، ژئوپلیتیک منطقه و تمرکز قدرت ها بر ایران و افغانستان. دوستان مثل سابق در هر موضوع 20 و 25 دقیقه میتونن پرزنتیشن داشته باشن و دوستایی که با دو زمینه سوال جواب میکنن و اضافه‌گی صحبت میکنن الا 5 دقیقه میتونن صحبت کنن. من از جناب یگانه صاحب خواهش میکنم که میکروفون با اشتباه بگیرن و به صحبت خود ادامه بدن. جناب یگانه صاحب بفرمایید. سلام عرض میکنم به همه دوستان. خیلی تشکر میکنم از دبیرخانه یا سکرتریات اتاق تفکر که امروز بخش فرهنگ را هم در برنامه جای دادن و در پلوی تحلیل های سیاسی، تحلیل های سنتی که از جنگ هست، امروز از یک گوشه ای از فرهنگ هم میتونم که واردی تحلیلی حوادثی که در جنگ روی میده بشویم. من البته کوشش میکنم که صرفا در رابطه به جنگ اسرائیل و آمریکا و ایران توقف کنم. عناصر فرهنگی رو در اینجا بخوام که برجسته بشن. برنامه من باید سخنرانی من باید طوری باشه که اول یک مقدمه عرض کنم خدمت دوستان، بگم که چرا از زاویه فرهنگ وارد بشیم برای تحلیل مسائل جنگی. پس از این مقدمه بعداً عناصری از اسطوره‌ها و موضوعات دینی و فرهنگی این کشورها رو مطرح کنم، مختصراً البته همه. بعداً نشان بدم با کمک این عناصر نشان بدم که چگونه مسائل فرهنگی وارد کارزار جنگ می شوند. در میدان جنگ چگونه حضور داره مسائل فرهنگی. ما به طور سنتی وقتی که از جنگ صحبت میشه و تحلیل میشه، از علوم سیاسی به مطالعات راهبردی باشه یا از دیگر نکته نظرها غالباً به عوامل علمی اشاره میکنیم. مثلا توازن قوا مهمه در تحلیل ها، منافع ملی مطرح میشه در این جنگی که الان جاریه، منافع اقتصادی مطرح میشه، موقعیت ژئوپلیتیک اهمیت داره که همه دوستا اشاره میکنن وقتی تحلیل میکنن، و فناوری نظامی صلاحی که به کار میره و در همین جنگ خصوصا مسئله بازدارندگی مطرح میشه و در این حال محاسبه هزینه ها و فایده جنگ و ضرر جنگ مطرح میشه، بحث میشه و انگیزه های مادی دولت ها
خصوصا طرف آمریکا که مستقیما و صریحا میگه که او برخورد و پیش آمد و با این جنگ منفعت محور اصلا، هرچند مسائل امنیتی رو مطرح میکنن. این مسائل در تحلیل های سنتی و مروج همیشه مطرح میشه. اینا مسائلی هستند که به ما نشان میدن که جنگ چگونه ممکن میشه. اینها هم ابزاری هستند، مفاهیمی هستند که از ممکن شدن جنگ به ما خبر میدن. و مسائل فرهنگی میخواد بگه که درسته این مسائل واقعا زمینه در گرفتن جنگ را آماده میکنن، ولی این جنگ چگونه دوام پیدا میکنه؟ چرا طرفین جنگ تلفات را تحمل میکنن؟ چرا ویرانی را تحمل میکنن؟ و چرا گاهی حتی از نظر عقلانیت ابزاری بگیم که در برابر فرهنگ و اسطوره قرار بگیره، عقلانیت ابزاری میگه که این هزینه بسیار بالاست در جنگ، ولی باز هم جنگ ادامه پیدا میکنه. اینا مسائلی که صرفا از نظر مادی و تحلیل مادی نمیشه به اینا جواب داد. این مسائل را فرهنگ جواب میده. اگر از لحاظ فرهنگی ورود نشه و در تحلیل جنگا از این لحاظ کاملا ناتمام میمانه. چرا که در جنگا فقط ارتش و اقتصاد و دولت ها نیستن که جنگ ادامه میدن. جنگ در درون جهان معنا هم ادامه پیدا میکنه. همزمان با این مسائل مادی در جهان معنا، در جهان فرهنگ، این جنگ باید جان بگیره، باید ادامه پیدا کنه، باید تجدید شود. اصلا فرهنگ جنگ را از یک مرتبه به مرتبه دیگری منتقل میکنه. ما دیگری جنگ نشان میده و نشان میده که چگونه جنگ اصلا بیشترین شدت خشونت رو تامین میکنه. لذا وقتی که از این لحاظ وارد بشیم، ما متوجه میشیم که اصلا انسان ها باید جنگ را تفسیر کنند تا بفهمند. فقط فرهنگ میفهمونه که جنگ چیه. چرا این حرف میگم؟ نه، به خاطر اینکه اگر طرفین جنگ اعتراف کنند به ملت ها صدا بلند کنند که این جنگ بی‌معناست، اون جنگ ادامه پیدا نخواهد کرد. ولی فرهنگ به این جنگ معنا میده، این جنگ مفهوم میسازه. و انسان برای مفهوم ساختن مسائل اجتماعی ناگزیره که باید تفسیر کنه. یکی دانشمندا میگه که نام بردن شاید که ضرور نباشه دیلتای، یک مسائل علمی، مسائل حوادث طبیعی را ما میتونیم تجربه کنیم، امور طبیعی را مثلا در لابراتوار، ولی مسائل اجتماعی را باید تفسیر و تحلیل کنیم. دیگه راهی نداریم برای درک اینها. از این لحاظ وقتی که فرهنگ وارد میشه، میگه که برای چی این جنگ در گرفته، میگه دشمن کیست. باید عرض کنم که فرهنگ زبان جنگ رو تغییر میده. زبان در اینجا بسیار مهمه. با کلماتی که جنگ شروع شده اون کلمات رو نمیپذیره، اون کلمات رو باید دیگرگون کنه تا معناها دیگرگون بشن. تا جنگ برای اون ملت صاحب فرهنگ، هر طرفی که باشه، چی اسرائیل باشه، چی آمریکا باشه، چی ایران باشه، این جنگ پذیرفتنی شود و رنج این جنگ را و خطرات این جنگ را و هزینه‌های این جنگ را ملت باید بپذیره. وقتی میپذیره که از لحاظ فرهنگی وارد این جنگ بشه. در اینجا چی چیزا تاثیر داره؟ حافظه جمعی اون ملت تاثیر داره که چه چیز در حافظه داره این ملت، چه تجربه های داره، اسطوره هایی که داره این ملت بر سر این جنگ تاثیر داره، بر فهم این جنگ تاثیر داره، دین در فهم این جنگ تاثیر داره، روایت های تاریخی که این ملت به اون آشناست در فهم این جنگ تاثیر داره. آیین های سوگواری، منظور من هم در اسرائیل هست، البته هم در ایران هست، در آمریکا هم هست، هرچند کمرنگتره. این آیین ها اصلا فهمی اون ملت را از اون حوادثی که روی داده قبلا مستحکم میسازه، زنده میسازه، اصلا بر نگردن به اون منبعی که اون حوادث روی داده. روانشناسی همینطور میگه
آیین برگزار میشه که برگردن به همون منبع، دوباره اون رو تکرار کنن. اصلا و الگوهای قهرمانی که مطرح میشه، همه اینها جنگ رو تفسیر میکنه برای اون سابق فرهنگ. این مسائل فرهنگی است که سبب میشه که ملت بسیج بشه. یکی از کارهای اسطوره همین است. یکی از کارکردهای اسطوره به نظر اسطوره شناسان اینه که کنشگری بسیج داره، بسیجگری داره اسطوره فرهنگ، و قربانی را اجازه میده یا وادار میکنه که تحمل کنه اهالی اون فرهنگ. جامعه به خاطر صرفا به خاطر این که قدرت بیشتری داره یا قدرت نظامی دیگر داره یا ثروت فراوان داره یا امکانات بیشتر داره، وارد جنگ نمیشه تا این جنگ رو از لحاظ فرهنگی نپذیره. یک اصطلاح هست به نام فرهنگ راهبردی. این مسئله رو مطرح میکنن، میگن شما همه اسباب و وسایل جنگ و شرایط جنگ رو محاکمه میکنید، بررسی میکنید، ولی اون لحظه که تصمیم میگیرید، این لحظه مربوط به فرهنگ راهبردی است. در اینجا ذهن بسیار با سرعت بیمانند یک نوع شهود به دست میده. منظور این شهودی که برخواسته از تجربه است. منظور ما شهودی عرفانی نیست. همون لحظه که شما تصمیم میگیرید، بر علاوه محاسبه‌ای که امور مادی رو کردید، امکانات نظامی رو کردید، حسابای اقتصادی رو انجام دادید، در اینجا این شهود از حافظه تاریخی شما، از اسطوره‌های شما، از فرهنگ شما، از باورهای شما بلند میشه. این تصمیم نهایی رو انتخاب میکنید. اما تحلیل های سنتی که از جنگ میشه، این مسائل رو در نظر نمیگیره و از این سبب میشه گفت که بدون مطرح کردن فرهنگ، اون تحلیل ها نمیتونه کاملا راهگشا باشه. البته این در این حال به این معنا هم هست که فرهنگ هم نمیتونه که به تنهایی جنگ رو تحلیل کنه. این که چرا کشورهایی که مثلا در عین شرایط تقریبی قرار دارن، به نظر هر کدام جنگ معنای دیگری داره. این ارتباط داره به فرهنگ اون کشورها. چرا شکست مثلا در بعضی ملت‌ها معنایی داره، در دیگر ملت‌ها معنای دیگری داره؟ چرا مثلا مرگ در جنگ برای ملتی فاجعه تعریف میشه، برای ملت دیگری افتخار تعریف میشه، شهادت تعریف میشه؟ چرا بعضی‌ها از هزینه‌های بسیار سهمگین جنگ مثلا پرهیز میکنن، به ملت‌های دیگری هستن که با پیشانی باز اینا این هزینه‌ها رو میپذیرن؟ همه اینا ارتباط به فرهنگ میگیره دیگه. اگر مثلا امور مادی صرفاً در جنگ‌ها در نظر گرفته شود، در حقیقت ما ابزار جنگ را بررسی کرده، نه دلالت‌های جنگ را، نه معنای جنگ را، نه مفاهیمی که در عمق جنگ قرار دارند. اونها مسائل فرهنگی هستند. اونها تکلیف می‌آفرینن، افتخار می‌آفرینن و سرنوشت‌ها را تعیین می‌کنند. حالا من به خاطر اینکه منطق درونی جنگ از لحاظ فرهنگ، اون چی من دریافتم خدمت دوستان عرض کنم، میخوام که با بعضی از اسطوره‌ها و سنت‌ها و مطالبی که در فرهنگ‌های این کشورها وجود داره و در این جنگ میتونن دخیل باشن، به اونها اشاره میکنم. مختصراً یک گروهی از این مطالب فرهنگی هست. باید عرض کنم که الان من کلیات رو میگم، بعداً بیشتر وارد میشم که نزدیکتر بشم که چگونه مثلا فرهنگ جنگ رو میفهمانه، چگونه فرهنگ جنگ رو طبیعی جلوه میده، چگونه فرهنگ جنگ رو پذیرفتنی میسازه. به اونها هم نزدیک میشم. بعضی اسطوره‌ها وجود داره که اینها اسطوره‌هایی هستن که از مسئله وجود یا عدم وجود رو مطرح میکنن در فرهنگ این کشورها. مثلا در اسرائیل اول نام ببرم چون که از لحاظ الفبایی هم اول است و آمریکا بعد میاد ایران در آخر، و در این حال آغاز جنگ هم چون با اسرائیل و آمریکا شده، اینا رو در اول ببرن که بی‌طرفی رعایت بشه. در اسرائیل مثلا مسئله هولوکاست هست. در ارتباط با مسئله هولوکاست یک عبارت در اسرائیل رواج شده. این هم برخواسته گویا ریشه هاش اصلا میرسه به نوعی در متون مذهبی. چون عبارت اینه که میگن هرگز دوباره
هرگز دوباره، یعنی که دوباره این مطلب تکرار نشود، دوباره ملتی قدر مظلوم واقع نشه، قدر بی‌پناه واقع نشه که دیگران سرنوشتش را تعیین کنند. اگرچه این میتونه که در ارتباط با کل بشریت مطرح بشه، ولی در ارتباط با خود اسرائیل هم مشخصا مطرح است و جدی مطرح است، میشه یادآوری هم میشه. در رابطه با آمریکا قائل هستند برای کشور خودشون که اینا یک کشور استثنایی هستند، اینا کشوری هستند که مسئولیت دارن، رسالتی دارن که از نظم و آزادی دفاع کنند. درسته که مستقیما الان این شعار رو نمیدن، ولی در ذهن کل آمریکایی‌ها این مسائل به یک اسطوره تبدیل شده که اگر این امتیازات رو از اونها بگیریم، اونها احساس حقارت میکنن. لذا این برای اونها بسیار مهمه، این جنگ برای اونها تعیین میکنه. اگر تا جایی بعضی جنگ ها رو میپذیرن و اگر از شکست مثلا گریزانند و میترسند بیمیارن، به خاطر اینه که این اسطوره ها خدشه‌دار میشه. در ایران هم مسئله کربلا هست، دفاع مقدس هست، مقاومت هست، این مسائل مطرح میشه. در اسرائیل اونا البته حافظه تاریخی اونا حوادث هولناک دیگری هم دارن که به محو اسرائیل می انجامیده، بقای اسرائیل را مورد سوال قرار میدادن. اونا البته کهن‌تر و قدیمی‌تر، اونا رو هم دوستان هم شنیدن. من فکر میکنم برای گواه آوردن همین کافی باشه. در ایران هم مثلا نوروز وقتی که میرسه، در این نوروز جمشید بر تاریکی پیروز شده. وقتی که بر تاریکی پیروز شده بر ظلمت، در آن وقت بیمارگی در کشور اتفاق افتاده، بیماری بر افتاده اصلا. اما وقتی عدول میکنه از اون چیز برداشت و فهم و فرهنگ کلی کشور، فرهنگ ایزدی از دور میشه و دوباره مرگ و بیماری را برمیگرده، یعنی که دشمن دوباره برمیگرده. اینها مسائل وجودی هستند که در رابطه به ایران مطرح میشن. خواهی نخواهی ذهن ایرانی اینا رو در نظر داره. وقتی که شکست باشه ظلمت میاد. با استفاده از این اسطوره ها، اونطور که گفته میشه، یک عبارتی هست که میگن دانشمندا دولت ها، قدرت ها تولیدی حقیقت میکنن. تولیدی حقیقت میکنن یعنی وقتی این اسطوره رو به شکل مطرح کردن، این جنگ ربطی پیدا کرد، این در ذهن ملت، حافظه ملت هم وجود داره، این یک حقیقت تولید میشه، حقیقتی که همه به او قبلا آشنا هستن. از این لحاظ اینا از این منظر جنگ را درک میکنن. جنگی که قرار بود که مثلا از تولید سلاح هسته‌ای جلوگیری کنه، جنگی که قرار است که نظام و امنیت منطقه را حفظ کنه، جنگی که قرار است که آمریکا تهدید نشه از اون طرف که گفته میشه، وقتی به این طرف برمیگرده، فرهنگ محلی این را، فرهنگ بومی این را از طرف ایران، این رو به یک جنگ وجودی تعبیر میکنه. جنگ وجودی جنگی است که اون طرف مقابل کسی باید باشه مثل ظلمت، کسی باید باشه که وجود رو نابود کنه، یعنی یک نابودگر در برابر هستی شما قرار داره. و از این لحاظ این مقاومت بسیار توجیه میشه، پذیرفتنی میشه و ایرانی این رو میفهمه که این جنگ چی است. یهودی هم اسرائیلی هم این جنگ را بر اساس اسطوره خود که تعبیر میکنه میفهمه که این جنگ چی است. هر هزینه حاضر است که بده به این جنگ. آمریکایی هم وقتی که اینطور تعبیر کرد، هر هزینه حاضر است که بده به این جنگ. این تعبیرایی که ایران از اسرائیل میکنه، مثلا نظام غاصب، نظام کودککش، نظام ظالم، نظامی که 75,000 کودک و زن و مرد اینا رو در غزه کشته، اینها رو از طرف اسرائیل مطرح نمیشه وقتی که اون اسطوره مطرح بشه. پس فرهنگ زبان جنگ رو تغییر میده، اصطلاح دیگری برای این زبان انتخاب میکنه، اسطوره‌های دیگری دارن که اینا بسیط میکنن. مثلا در اسرائیل ماسادا یک قلعه قدیمی بوده که اسرائیلیا با اون جمع شدن در برابر روم، در قلعه پناه بردن و مقاومت کردن. و آمریکایی‌ها اصطلاح دارن شهری بر فراز تپه. این اصطلاح به اسطوره تبدیل شده در آمریکا. این بر اشاره از متون مقدس داره. این هم شهر بر فراز تپه شهر نمونه است، شهر پیشگام، یعنی خودی آمریکا باشه.
این همچه یک مطلبی، همچه یک اسطوره‌ای بسیج میکنه. ایران مثلا رستم داره، آرش داره، کاوه داره، سیاوش داره، شهودای دفاع مقدس داره. اینا همه اسطوره‌هایی هستند که ملت رو بسیج میکنن. اما یک مطلب دیگه هم مطرح است اینجا. وقتی که اینا ملت رو بسیج میکنن، اسرائیل که بسیج میکنه ملت رو، مثلا اسطوره داوود و جالوت داره. داوود جوانی است کم صلاح در برابر جالوت که فلسطینی است و پهلوان مجهز با اسلحه تیر و کمان و نیزه است و قدرتمند و شهرت داره، استاده میشه و اون رو با سنگ فلاخن که میزنه داوود از پای در میاره. با گفتن این، با یادآوری این اسطوره، ملت اسرائیل میتونه بسیج بشه، چون یکی از خاصیت‌های اسطوره بسیج کردنه. ولی در اینجا وقتی که اسرائیل مثلا از داوود یادآوری میکنه، آمریکا وقتی که از شهری از بر فراز تپه یادآوری میکنه، وقتی که ایران از آرش یادآوری میکنه، در برابر اینا چی چیز قرار داره؟ در برابر داوود جالوت قرار داره، دشمن علیه اسرائیل قرار داره. پس این جنگی نیست که در خاورمیانه روز رو داد. این جنگ داوود و جالوت. در یک طرف داوود قرار داره، ایران کی هست؟ ایران جالوت هست. ایران باید از پای در بیایه. این جنگ برای ملت اسرائیل میتونه که قابل فهم باشه. حالا دیگه در فراز تپه شهر نمونه و پیشرو و مدرن و آموزگار دموکراسی و غیره است. در برابر اون یک ملت عقب مانده و قرون وسطایی قرار داره. لذا این جنگ برای آمریکایی معنا داره. او به خود حق میده به طور طبیعی که معلم و آموزگار دنیا در مدرنیسم و در پیشرفت و تکنولوژی و در فرهنگ باشه. پس ایران در برابر این یک کشور عقب مانده و پس مانده و متعصب و تروریست میشه دیگه. اینجا جنگ برای آمریکایی معنا پیدا میکنه، برای سرباز آمریکایی این اسطوره کمک میکنه. در برابر آرش پهلوانی است که یک تیر انداخت. قرار بر این بود که هر جا تیر آرش افتاد مرز ایران تعیین بشه. میگن که از آن خوانند آرش را کمانگیر که از زابل به مرو انداخت یک تیر. آرش این تیر را نمیتوانست، قدرت بازوانش این نبود که از زابل به مرو بندازه، ولی آرش جانش را در زه کمان گذاشت. وقتی جانش را در زه کمان گذاشت، این تیر را پرتاب کرد و از این ترین گستره برای سرزمین ایران مهیا ساخت. این اسطوره البته که به ایران قدرت و جرأت میده. حالا در وقتی آرش در این طرفه، در اون طرف کسی است که میخواد ایران رو قیچی کنه، تجزیه کنه. لذا این جنگ برای ایرانی مشروعیت میبخشه. این جنگ برای ایرانی قابل فهم میشه دیگه. حالا هیچ وقت ایرانی نمیگه که این جنگ نامفهومه، بی‌معناست. در همین جا باید یادآوری کنم که بعد یادم نره، وقتی که من این دوگانی ها را میدم، یا وقتی که معمولا هم که دوگانی های مطرح میشه، به نام دوگانی های سخت یاد میشه. ژاک دریدا کسی هست که ما در ادبیات بیشتر به او آشنایی داریم، فیلسوف البته. اون دوگانی های سخت را مطرح میکنه. دیگه که این دوگانی های سخت خطرناکن، چرا که یک طرف انسان میسازه، یک طرف ابلیس میسازه. به نظر او باید وارد این دوگانی ها شد و نشان داد که در برابر در میان این دوگانی ها، مثلا خیر و شر، بی نهایت امکانات دیگری وجود دارد. همونطوری که در بین 1 تا 2 بی نهایت عدد وجود داره، 1.00001 1.00002 تا بی نهایت، همچنان در بین خیر و شر بی نهایت انتخاب دیگر وجود داره. یعنی اینجا خوب است یادآوری کنم که زمینه که فرهنگ ایجاد میکنه، یعنی که فرهنگ را با خودی فرهنگ میتوان مورد بحث قرار. گفتن نشاید گفت آهن جز به آهن، یعنی فرهنگ هم میشه این دوگانی ها رو مورد نقد قرار داد و همه ملت های وارد اطراف جنگ را قناعت داد که این حد اکثریایی که اونا انتخاب میکنن و این قطعیت هایی که اونا میپذیرن، واقعا اینا قطعیت نیستن، اینا نسبی هستن. یگانه صاحب میبخشین، خیلی مطلب خیلی جالب بیان میکنین، لکن وقت تقریبا وقت شما به پایان رسیده. اگر میتونین یک ذره
جمع کنین گپایتان بد نخواب، چرا دیگه دوست هم با صحبت میکنم. چشم چشم ببخشید دیگه یگانه سه، واقعا مسئله خیلی جالب بود. خواهش میکنم. حالا فرهنگ مطرح میکنیم چرا که به گفته دانشمندا انسان موجودی است که در شبکه‌ای از معناها زندگی میکنه، بدون معنا زندگی نمیکنه. و کنشگر سیاسی جنگ را، سیاست را فقط در فرهنگ قابل فهم میدونه، چون اینجا معنا مطرح میشه. انسان این شبکه رو میسازه و در این شبکه زندگی میکنه. اصلا مسائل فرهنگی رو که عرض میکنم، این اسطوره ها را، اینا خود همین شبکه هستن، خود اینا فرهنگ هستن. اصلا این شبکه است که یک طرف شهید میسازه، یک طرف دیگر غاصب میسازه، یک طرف یزید میسازه، یک طرف حسین میسازه. این شبکه وقتی با این چیز دست زد، این جنگ رو قبول میکنه. مطلب دیگر هم که باید زود مطرح کنم اینه که این اصطلاحات رو که من مطرح کردم، فضایی را که آمده ساخت، این رو به نام خشونت فرهنگی هم تعریف میکنن. دانشمند به نام گالتون هست اینا رو میگه خشونت فرهنگی، یعنی فرهنگ خشونت هم میزایه. این کار فرهنگ است. اگر این کار رو نکنه، این هزینه‌های بالا قابل قبول نیست. از طرف دیگه وسایل مادی که جنگ را دامن زد، فرهنگ اینجا چیکار کرد؟ جنگ را عمیق ساخت، جنگ را از صلح بسیار دور ساخت، جنگ را شدت بخشید. حالا یک چند کلمه بگم در رابطه با نهایت جنگ. فرهنگ اینجا چیکار کرده؟ فرهنگ اصلا صلح را بسیار دور انداخت. اگر از این منظر نگاه کنیم، خصوصا از منظر یک اسطوره دیگر که اون جنگ آخر زمانی است، که هم اسرائیل به اون اعتقاد داره و هم 60-70 میلیون در آمریکا به اون اعتقاد دارن، هم ایرانی‌ها اعتقاد دارن، جهان اسلام. این وقتی این جنگ آخر زمانی که روبرو میشه در این کشورها، این جنگ اصلا گویا در سیری طبیعی تاریخ قرار داره، یعنی ناگزیره این جنگ باید روی بده. این ببینیم که قطعا ممکن نیست که ما صلح رو مطرح کنیم. صلح یعنی که وسایل مادی جنگ رو شروع کرده، ولی فرهنگ جنگ رو بی‌نهایت کرد. حتی صلح هم ناممکن ساخت فرهنگ. ولی آخر این باز است. اگر این بار جنگی آخر زمانی روی نداد، فرهنگ راه نجات بیرون رفت نشان میده. البته این نبوده، جنگ آخر زمانی نبوده، و جنگ آخر زمانی در آخر بعداً روی میاد. مسئله دیگر هم فرهنگ مطرح کنم بعد تمام میکنم. اون مسئله نظامی شدن. این یکی از دانشمندان که فرهنگ این کار میکنه. وقتی رسانه صحبت از مسائل نظامی مطرح میکنه، وقتی که دولت مداران از نظامی شدن صحبت میکنن، وقتی که امر رسانه ها و نهادها دامن میزنن، جامعه نظامی میشه. وقتی جامعه نظامی شد، اون وقت هر بحث که در رابطه به جنگ باشه برای جامعه قابل قبوله. با تاسف همچون امکاناتی در جامعه وجود داره. و این مسئله دیگری است به نام اجتماع خیالی سیاسی. اینها روشناسان مطرح میکنن. اون اجتماعی است که وقتی این مطرح شد، مثل اینه که یک ضربه بخوره به روی یک تشت، مثلا همه گندم و برنج و چیزی که جمع بشه در مرکز. این اصطلاحات که مطرح شدن، جامعه یک بار بازسازی میشه، خود رو دوباره میسازه. یعنی خود رو در یک وحدت میبینه. همین وحدت رو ما الان میبینیم در اسرائیل، در ایران. هرچند که در آمریکا، باید عرض کنم که در آمریکا، اگر نگم این صحبت درست نیست، این اشتباه روی میده. در آمریکا این مثالی که من مطرح کردم از لحاظ فرهنگی و اسطوره و دین، این حرفها در آمریکا این اولویت نداره. اینها در جنب دیگر نتاید. اما در ایران این میتونه که در سطح قرار بگیره. در اسرائیل همچنان احتمالاً، که اگر فرصت باشه میشه که حتی نقل قول مستقیم میکنیم از رهبران اسرائیل، رهبران ایران، رهبران آمریکا، حتی که مستقیم مسائل فرهنگی و مسائل دینی اینا استنساخ میکنن و جنگ را دامن میزنن و توجیه میکنن جنگ را. و مسئله دیگری که مکرر تکرار کنم باید چون آخر است، اینه که به هیچ صورت مسائل فرهنگی نمیتونن که جنگ را کاملا بررسی کنن. لذا اینا یک بخش تکمیل کننده تحلیل‌های سنتی و تحلیل‌های مادی و ابزاری جنگ است. تشکر میکنم از گران صاحب عزیز که به من فرصت داد و پایان آمدیم دفتر. حکایت همچنان باقی است. ممنون. سلامت باشین جناب یگانه صاحب. واقعا مسئله ناب و خاص در مورد جنگ من امروز شما شنید، واقعا خیلی آموزنده بود، بخصوص برای من و برای دوستا هم حتما آموزنده بوده.
و چیزهای جدیدی را آموختیم در رابطه با قضایای جنگ و چگونه رابطه داره با فرهنگ. منتها چیزی که من کمک در موردش توقع داشتم که در اون زمینه هم شاید شما تماس بگیرین که نگرفتین، مسئله اخلاقیات بوده در که جزء فرهنگ هم به حساب میشه و در این جنگ به اصطلاح هستی برانداز ما خیلی تخطی های اخلاقی را دیدیم که در زمینه هم اگر شد باز میتونین شما در وقت پرسش ها اگر میتونستین اگر وقت داشتین چیزی راه کنین. بر فکرتان برکت. یک جهان سپاس از شما. حالا دوستایی که اگر در این زمینه سوالی داشته باشه میتونن سوال خود مطرح کنن و جناب سپان صاحب اگر ما کمک کنین که من نمیبینم تمام دوستا را کی سوال داره و کی نداره. اگر موافقت باشه بیاین که امی سوالا را در اخیر انجام بدیم، به خاطری که میتونه شده در محورهایی که توسط دوستای دیگه چی میشه کار میشه ممکن است یک تعداد سوالا حل شود. چطور است نظرتون؟ من موافق هستم بالکل. برای نظم جلسه هم معقول است گپ. من نمیفهم نظر دوستا اگر چیز دیگه باشه بفرمایید. ما موافق هستم. خیلی درسته دیگه. میریم به بحث دوم یا محور دوم یا پنل دوم که جناب ترکی صاحب را میکنن و مسئله اقتصاد سیاسی گروه‌های نیابتی و پدیده بازگشت تهدید است. جناب ترکی صاحب مهربانی وکړئ تاسو تشریف لرئ. بله بس مهربانی یاد دفعه بخیر او بخیر جیرزت ما مهربانی وکړئ پیش کردن و مسئله فرهنگ خصوصا فرهنگ ایران زمین موضوع بسیار بزرگ است. متاسفانه فرهنگ اخلاقیات و حتی علم به حیث روبنای جامعه کاملا زیر تاثیر واقعیت‌های روی زمین قرار گرفتن و واقعیت‌های روی زمین متاسفانه وضعیت از لحاظ اقتصاد سیاسی، از لحاظ دسترسی به منابع، دسترسی به جنگ افزارها است. ما میایم به موضوعی که ما بالایش میخواستم صحبت کنم. البته جنگ های نیابتی بسیار یک تاریخ کهن داره. جنگ نیابتی عبارت از یک جنبش سیاسی یا سازمانی و یا نظامی است که توسط بازیگرای بیرون از دولت برا میفتن و از جانب یک دولت از اونا پشتیبانی صورت میگیره. مقصد اساسی کاری است که او دولت به خاطر عملی ساختن آجندا و مفادات خیش با مصارف کم، با امکانات کم، موفقیت های بیشتر را در سرزمین دشمن و یا در سرزمین جایی که علاقمندی داره به دست بیاره. البته مفکوره جنگ نیابتی جنگ بسیار مفکوره قدیمی است. اولین بار در تاریخ چیزی که در تاریخ نوشته شده که حتی تقریبا 415 سال پیشتر از میلاد لشکرکشی به سیسیلی صورت گرفت که از جانب یونان به سیسیلی صورت گرفت که در نتیجه از او یونان تانیز به واسطه گروه های نیابتی خیز در سیسیلی تاثیر بزرگی را در سیاست سیسیلی بگذاره و رول بزرگتر را بازی کنه. دوران باستان کلاسیک و قرون وسطی هم شاید جنگ های نیابتیان بودن. مثلا امپراتوری بیزانس یا قسطنطنیه اغلب از جنگ نیابتی استفاده میکردن تا رقیبای خود شکست بدن. همچنان در زمان جنگ‌های 100 ساله انگلستان و فرانسه از دزدان دریایی استفاده میکردن تا به یکدیگر از ضرر اقتصادی برسانه. امپراتوری عثمانی هم به خاطر تاثیر در بحیره مدیترانه و آزار و اذیت قدرت‌های اروپایی از گروه‌های نیابتی به صورت بسیار وسیع استفاده کردن. اما بیاین ببینیم که تاثیر جنگ من حیث یک شیوه اقتصاد بالای زندگی چطور است. ولی قبل از اینکه در مورد اقتصاد جنگ صحبت کنیم اول در مورد اقتصاد سیاسی باید صحبت کنیم که اقتصاد سیاسی است چی است. اقتصاد سیاسی یک رشته یا یک رشته علمی کثیرالجوانب یا اینتردیسیپلینری است که توجه عمده‌اش بالای روابط بین سیاست و اقتصاد است. یعنی تاثیر اقتصاد بالای سیاست و تاثیر سیاست بالای اقتصاد است که در امی زمره
مسائل رابطه بین انسان ها، جوامع، بازارهای اقتصادی یا مارکت ها و دولت ها را بحث میکنند. اینا وقتی که ما فهمیدیم اقتصاد سیاسی چی است، ما بسیار زود به این میرسیم که خود اقتصاد دو رشته داره. یکی رشته اقتصاد رسمی است، دیگهش اقتصاد غیر رسمی یا illicit اقتصاد غیر رسمی یا اقتصاد سیاه، اقتصاد غیر قانونی است که یه رابطه بسیار نزدیک همراه گروه های نیابتی و اقتصاد نیابتی دارد. اقتصاد جنگ نیابتی از چندین شاخه تشکیل شده که بسیار در 2 قرن اخیر بسیار خطرناک شدن و ممکن است که جهان به کام خود فرو ببرند. اول اقتصاد جنگ است. اقتصاد خود جنگ نه باعث واسطه یا وسیله دسترسی به مقاصد، بلکه باعث یکی از شیوه های اقتصاد استفاده شده. یعنی اقتصاد است که هیچ سرمایه‌گذاری کار نداره. بر دیگه کارا برای موتورسازی مجبور هستن که فابریکه بسازین، مجبور هستن که موتورسازی را، ماشینا و ربات ها را بیارین، ولی برای اقتصاد جنگ شما هیچ ضرورت نداریم به سرمایه‌گذاری چند تا گروه نیابتی ایجاد میکنین، سر سبایش اقتصاد ایجاد میشه. در این جریان رشته دیگهش که شبکه‌های اقتصادی جنایی بیرون از قانون ارزی اندام میکنن. وقتی که اقتصاد ایجاد شد، یعنی گروه ها که کشورها و سازمان های جاسوسی عقبشان هستن، اینا شبکه های اقتصادی رو ایجاد میکنن که بیرون از قانون باشه. مالیه نمیتن، مثلا پول به صورت غیر قانونی انتقال میتن و کارهای میکنن که اونا در اقتصاد رسمی یک دولت و یک منطقه جای نداره. دیگه تجارت غیر قانونی باعث سلاح جنگ. مثلا مال و اموال امتیه تجارتی را از یک جای به دیگه جای بدون تعرفه، بدون پرداخت حق العبور اینا انتقال میتن از یک جای به دیگه جای. مثلا در یک زمان سیگرت منع بود در کشور، از کشور دیگه سیگرت برده میشد به کشور قبلی که بدون اجازه نداشتن. یا مثلا جنگ تریاکی که در چین رخ داد. دیگه مسئله که در اقتصاد جنگ بسیار زیاد مهم است و این محدودیت های اقتصادی باعث اصلی جنگ است. مثلا یک کشور به خاطر از اینکه منافع اقتصادی خود به دست بیاره، اونا محدودیت های اقتصادی وضع میکنن، یا ایست که اونا میخواین از محدودیت ها پنهان شوند. مثلا امی لحظه نفت در جهان به صورت غیر رسمی قاچاق میشه از یک کشور به کشور با احجام بسیار بزرگ. اینا کوشش میکنن که از محدودیت ها خود فرار بدن. دیگه مسئله مهمی که افغانستان هم بودش بسیار سر و کار داره، این جنگ و منابع طبیعی است. نیروهای نیابتی عموما به کار گرفتن میشن تا منابع طبیعی را غارت کنن و به اصطلاح ماشین اقتصاد جنگ به کار بیندازن که فعلا به افغانستان شما میبینید که همین ماشین بسیار به صورتش در جریان است. طلا، مس، لیتیوم و ممکن یورانیم هم استخراج میشن و به همراه سنگ های قیمتی به خارج به قیمت بسیار پایین انتقال پیدا میکنه. قبلا هم منابع طبیعی مثلا در افغانستان قاچاق میشن از طرف مردم در ولایات نزدیک خط دیورند، مثلا در ولایت کنر، نورستان، پکتیا، چوب مردم میگرفتن، قطع میکردن و به صورت قاچاقی به واسطه دریاها ایره انتقال میدادن. موضوع دیگه مهاجرت باعث ابزار جنگ نیابتی است. خود مهاجرت قبلا یک مجبوریت جنگ نیابتی بود و حال فعلا به حیث یک ابزار جنگ نیابتی از استفاده میشه. مثلا در کشورهای مختلف جنگ در میگیره و از او کشورها افراد فامیده، تحصیل کرده، کسایی که کشورها بالاش سرمایه‌گذاری کردن مجبور میشن فرار کنن و کشورهایی که به رکود نفوس، به رکود منابع بشری دچار هستن، این مردم ها رو جذب میکنن، به کار میگذارن. مقصد اصلی جنگ اقتصادی نیابتی و جنگ نیابتی این پیروزی یک کشور بالای کشور نیست. مقصد این کار عبارت است از
ادامه حالت موجود و در صورت امکان برداشتن مفاد بیشتر از حالت موجود. مثال را بر شما میتم در مورد ازی که خود اقتصاد جنگ چی رول را در شرایط امروزی جهان داره. به طور مثال اگر ما بر شما بگویم که ایجاد جنگ ها به مقصد فروش سلاح ها در جهان بسیار تعداد محدودی کمپانی بزرگ اسلحه سازی و نظامی هستند که در اروپا هم موجود هستند، ولی بزرگترین کمپانی های اسلحه سازی در ایالات متحده آمریکا هستند که او لاکهید مارتین است که تقریبا 100 میلیارد دلار بودجه داره. RTX که مسائل پتریوت ساخته، مثلا نورتن گرومن که تیارات B-21 تیار کردن، یا مثلا بوینگ است که تیارات F-18 تیار کردن، و جنرال داینامیکس است که تانک های ابراهام تیار کردن، و همچنان L3 هاریس کمپانی تکنولوژی است که اینا تمام سیستم مخابرات و کمیونیکیشن این کمپانی ها را تیار میکنن. به خاطر از اینکه کمپانی ها فعال کنن باشن و کار کنن، مجبور هستن که جنگ ها را مهندسی کنن، جنگ ها را به وجود بیارن. جنگ های نیابتی یک شیوه، یک پهلوی دیگه هم دارن که اهداف سیاسی کشورها را به پیش میبرند. یکی دیگه ای که به رقابت ژئوپلیتیکی بین دولت ها یک وسیله بسیار خوب است. همچنان به خاطر کسب نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی کشورها از استفاده میکنند. همچنان به خاطر دور زدن از مسئولیت مستقیم در جنگ، مثلا میتونن مردم را بکشن، کشتار جمعی انجام بدن، ولی چونی را گروه های نیابتی انجام میده، این مسئولیتش به اون کشور هیچ وقت نمیره. هیچ سازمان بین‌المللی نمیتونه کشور را به جرمگویی بکشه. و همچنان ضعیف ساختن رقبا بدون ورود به جنگ. در آغاز قرن 21 ما شما شاهد بودیم که ایران هم یعنی از این کار بسیار مفاد برد و در کشورهای شرق میانه، در کشورهای عربی به شمول لبنان، به شمول سوریه، به شمول عراق، یمن، حتی عربستان سعودی، اونها گروه های نیابتی را به وجود آوردن و او گروه نیابتی تا اندازه زیاد به اندازه 20-25 سال امنیت ایران تأمین کرد که این گروه ها بدون از اینکه ایران به جنگ داخل شود، این گروه ها از ایران دفاع میکردن و این سرمایه‌گذاری ایران بسیار مؤثر بود. ولی از روزی که این گروه ها تضعیف شدن و از بین رفتن، ما شما میبینیم که بالای ایران چی مستقیم آغاز شده، حملات مستقیم. دیگه فاکتورهای امنیتی و نظامی هستند که این بخش به کارکرد نظامی گروه های نیابتی مربوط میشه. مثلا ابزار جنگ نامتقارن است، ایجاد عمق استراتژیک برای دولت ها. مثلا فعلا در افغانستان و پاکستان این بسیار زیاد رواج داشت که پاکستان به خاطر ایجاد عمق استراتژیک گروه های نیابتی را ایجاد کرده بود در وجود تنظیم های جهادی، و همچنان به خاطر کاهش تلفات نیروهای رسمی دولتی عامی، این گروه های نیابتی تشویق میشن و برشان زمینه یک اقتصاد غیر رسمی ایجاد میشه. و همچنان دسترسی به مناطق جامعه که دولت حامی مستقیم نمیتواند وارد شود. مثلا نمیتونن پاکستان داخل افغانستان چون گروه نیابتی خود میه. دیگه فاکتورهای اجتماعی و ایدئولوژی که شیوه تشکل نیروهای نیابتی باعث یک اقتصاد نظامی. اینا مثلا گاهی گروه های نیابتی به اساس هویت و ایدئولوژیک شکل میگیرن، مثلا بر بنیاد قومیت یا مذهب مشترک که ایره ما در لبنان، فلسطین و یمن دیدیم که گروه های مختلف به صورت عموم تشیع به طرفداری از ایران گروه های نیابتی تشکیل دادن. یا مثلا از لحاظ ایدئولوژی سیاسی یا دینی
که او را ما در افغانستان دیدیم که تنظیم‌های جهادی بر بنیاد ایدئولوژی دینی و مذهبی گروه نیابتی را تشکیل دادن، یا مثلا به حساب حمایت مردم در مناطق خاص که ما میتونیم بسیار مثال خوبی از کردستان بگیریم. همچنان شبکه‌های اجتماعی و فرهنگی مثال خوبش ما در تاجیکستان داشتیم که به حساب وابستگی فرهنگی و اجتماعی اونا بعد مقابل حکومت خود قد علم کردن. دیگه مسائل دیگه هم هست که باعث ایجاد گروه های نیابتی در کشورها میشن. یکی از مهمترین دلایل ازی یعنی یکی از بهترین زمینه و سرزمینی که در اوج گروه نیابتی خوب رشد میکنه این دولت های ضعیف یا شکست خورده هستند. در جایی که دولت های قوی و نظام های قوی با اقتصاد قوی با نظام دولتی قوی باشند، اونجا فرصت برای گروه های نیابتی بسیار کم و حتی ناممکن است. مثال های بسیار خوبش رو میتونیم گفته در مورد افغانستان، ایران، لبنان، سوریه، تاجیکستان، عراق، لیبیا. این کشورها دولت‌های ضعیف داشتن و حتی تا اندازه شکست خورده بودن و در اونجا گروه نیابتی تشکیل شد. حتی در ایران که ما شاهد هستیم که ایران هم کشور بسیار موفقی نیست، ولی تا اندازه زیاد موفق‌تر از این دولت هاست. در بین کشور گروه نیابتی و گروه نیابتی کشورهای سیام در داخل کشور به وجود آمدند. همچنان خلای قدرت در مناطق مرزی هم باعث از این میشه که گروه نیابتی ایجاد شد. مثلا بین ایران و عراق امی موضوع صورت گرفت، بین عراق و ترکیه موضوع صورت گرفت، بین سوریه و ترکیه که مسئله عراق و مسئله کردا بود، بین افغانستان و ایران و پاکستان. یعنی به یک حساب باید بگویم که گروه های نیابتی آغازش تاریخ طولانی داره. در قرن گذشته، در نیمه دوم قرن گذشته اینا آغاز شدن، ولی در قرن 21 در ربع اول قرن 21 به صورت سرسام‌آور پیشروی کرده و من طور احساس میکنم که امکان زیاد وجود داره که گروه های نیابتی و خود سیستم یا نظام سیستم نیابتی بسیار رشد کنه و حتی تا یک اندازه جای نیروهای مسلح رسمی یک دولت بگیره. به خاطر ازی که نیروهای نیابتی وابستگی اقتصادی به معامر یا به مبادر خود دارن، به کشوری که به اینا زمینه سازی میکنه. مثلا اگه اینا میخواین پول انتقال بتن به صورت غیر رسمی، به صورت قاچاقی، اونا با اینا کمک میکنه. اگر بخواین سفر کنن، اونا برشان زمینه تجارت و یا زمینه ویزه را صادر میکنه. و اگر یا بخواین سلابی به دست بیارن، اونا زمینه انتقال یا شپمنت سلاح رو برشان ایجاد میکنه. یعنی در یک حساب گروه نیابتی به صورت کامل وابسته هستند با کشورهایی که اینا رو کمک میکنه و از این لحاظ برای او کشورها گروه نیابتی یک از بهترین راه برای ایجاد سربازگیری در جایی است که اونا میخواین که اینفلوئنس یا تاثیر داشته باشند. از لحاظ اجتماعی و سیاسی تاثیرات از بسیار کشنده و باعث مرگ و میر و باعث ماجراهای کتلوی شده. راه برای غیر قانونی ساختن گروه نیابتی باید در چوکات سازمان ملل و در چوکات سازمان‌های جهانی ایجاد شود و کشورها باید قوانین را وضع کنن که گروه های نیابتی را غیر قانونی و تمام داراییشون را ضبط کنه و باید امرایشون برخورد کاملا جدی صورت بگیره. به خاطر ازی که رشد گروه ها در ربع دوم قرن 21 ممکن است که باعث یک فاجعه بسیار بزرگ بشری در تمام جهان شود. بس من قدر میخواستم که با دوستان شریک بسازم. اگر سوال بود باز مهربانی کنن طرح کنن. تشکر جناب ترکی صاحب. شما زنده باشین. واقعا یک مؤلفه یا یک رکن دیگر از جنگ به شکل بسیار مفصل توضیح کردین و با ارائه مثال های بسیار عینی موضوع خیلی روشن شد. واقعا گروه نیابتی یعنی نقش بسیار عمده دارن و حتی در بعضی کشورها به خصوص در لبنان خود تقریبا دولت کده هم قوی تر هستند. حزب الله سالهای سال تا همیال هم
خیلی دولت لبنان کوشش میکنه که خلف سلام سازمان دورشون نمیرسه و برای ایران خیلی کمک به خود جنگ اخیرا نقششون شما میبینیم. واقعا جنگ نیابتی یک پدیده خیلی عمده و اساسی به خصوص در سالهای اخیر. تشکر از توضیحاتتان یک جهان جناب ترکی صاحب. اگر دوستا سوال داشتن اونم در اخیر باز اراحت کردن. میریم به بخش دوستا اگر آماده باشن و بخش سوم چیز میریم میز گرد امروز ما. هی دکتر صاحب پیکار ارائه میکنن و موضوعش هم از پیامدها برای افغانستان، منطقه و آینده نظم بین. جناب پیکار صاحب بفرمایید. تشکر از شما جناب گران صاحب. ما دوباره به نوبت خود ادا احترام دارم برای تمام بزرگوارانی که در اینجا تشریف دارن و در نخست به جناب شهران صاحب که برای بار نخست میبینمشان مدای احترام برشان دارم و حضورشان خیر مقدم میگویم. لطف کردین شما مسائلی را که ما باید امروز با مصاحبه یک نقطه بحث مورد بررسی قرار بدم خیلی دشوار است. دشواریش به خاطر عزیز که از یک طرف در برابر دانشمندانی قرار دارم که همگیشان متخصص و مسلکی هستند در بخش تاریخ و جامعه شناسی و بشرشناسی و مسائل امور سیاسی و حقوقی. به هر حال تلاش میکنم که کاسی ها و کمی هایی که اگر یقینا که وجود می داشته باشد دوستان میتونن برای درست بسازن. در مورد افغانستان من فکر میکنم که ما در هر موضوعی که درباره افغانستان اگر تبصره کنیم دقیقاً مراجعه به تاریخ گذشته کشور یکی از مسائل اساسی بررسی امور افغانستان خواهد بود که من البته با اونا مراجعه نمی کنم، ولی چون هر ملت دارای تاریخ است و تاریخ دارای گذشته، حال و آینده است. هر ملتی که از تاریخ گذشته خود یا آموزش دقیق نداشته باشد و یا درس‌های لازم نگرفته باشد برای حال هیچ گونه اندیشه دقیق و مثبت اندیشی نخواهد داشت و برای آینده هم هیچ گونه برنامه راهبردی و استراتژیک. چون تاریخ ملت ها می سازند، مردم می سازند، نه حکما و حاکمان و اشراف و اقشار بلندپایه. در مورد افغانستان ما یک تعداد کتاب‌هایی را که به اصطلاح زمینه مساعد شد که ما مرور کنم. یقینا روابط افغانستان از زمان حتی تزار روس که با افغانستان داشتن در دربار شیرعلی خان، در دربار دوست محمد خان و زمانی که کتاب خانیکوف به حیث یک رفرنس آدم میخواند که سفرنامه‌شان در ایران و بعد در افغانستان در این منطقه و همچنین سایر کتاب‌هایی که جناب خالد صدیقی نوشته کردند مختصری پیرامون تاریخ افغانستان و همچنین در دربار کابل و بسا کتاب‌های دیگری که نوشته شدند. وقتی که مرور می‌کنیم افغانستان همواره در یک نقطه کاملا تشنج‌زا قرار داشته و هر کدام از نیروها و ابرقدرت‌ها بر اساس منافع ملی و تاریخی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود از موقعیت جغرافی افغانستان، از ترکیب قومی، ترکیب زبانی، از مسائل عقیدتی و باورهای دینی استفاده های مثبت و منفی کردند. یقینا در داخل افغانستان اگر ما یک کمکی به مسائل مناسبات افغانستان و روسیه بسیار مختصر مرور کنم، در زمان تزار روابط کاملا تنگاتنگی میخواستند با افغانستان داشته باشند، ولی انگلیس ها نگرانی پیدا کردن و با مخاطر همیشه مزاحمت کردن و برای شاهان افغانستان میگفتند تا زمانی که شما نماینده های روس ها را از چوکات ساختار سیاسی تان بیرون نکنین روابط ما با شما حسنا نمی شود. و بالاخره میم به زمانی که انقلاب 1905 انقلاب 1907 و 19 اکتبر و بالاخره تا زمان میلنیکوف و بالاخره خروشچوف و استالین و برژنوف و تا زمانی که گورباچوف در داخل افغانستان روابطی با کشور ما داشتن، هر کدام صحنه های مختلفی را بازتاب میدهد که روی از او مکس نمی کنیم. در شرایط کنونی هم فکر می کنم که اگر پیرامون افغانستان صحبت کنیم، علامه اقبال یک تکبیت بسیار خوب و زیبایی دارد، میگه آسیا یک پیکری آب و گل است، ملتی افغان در آن پیکر دل است. یعنی در حقیقت وقتی که افغانستان با مثابه دل یک بدن بررسی می شود توسط یک شخصیت مدرن و نواندیش دینی و او هم علاقه وافر و فراوان داشت به افغانستان که از ملاقات‌هاش و مصاحبه‌هاش در زمان شاه امان الله اگر بررسی کنیم خود از یک اهمیت بسیار بالای استراتژیک و سیاسی به افغانستان میده که یقینا اگر آسیا یک بدن باشد و افغانستان در آن بدن دل باشد، زمانی که دل حرکت نکند یقینا که بدن میمیرد و
در ضمن از هر آن دشواری که در آسیا به وجود میاد در حقیقت در افغانستان به وجود میاد و اثرات منفی دارد بالای آسیا و اگر مثبت باشد دقیقاً که اثرات مثبت خواهد داشت. در ارتباط تنش های کنونی افغانستان و پاکستان ما زیاد جرأت نمی کنم. ما یک 3-4 جلد کتابی که در مورد پاکستان و افغانستان از تلک خبز گرفته و گل سربازان مقدس و بعد بالاخره میریم به طرف گل بدرمسال و بالاخره کتاب سفید، همه اینا پیرامون روابط پاکستان و افغانستان صحبت می کنند و آغاز می شود از سال 1947 زمانی که پاکستان به مثابه یک کشور مستقل از بدنه هند برطانوی جدا می شود و دشواری ها از زمان آغاز می شود که در حقیقت یگانه کشوری که در همان زمان پاکستان به مثابه یک کشور مستقل به رسمیت نشناخت افغانستان بود و بعد روی معاذیر دیگر با فشارهای مسئله هم حل شد، ولی دشمنی پاکستان با مردم افغانستان ختم نشد. من کاملا به یاد دارم زمانی که در پاکستان بودم روابط تمام حاکمان افغانستان از زمان محمد ظاهر شاه و بعد داوود خان و بالاخره آهسته آهسته تا زمانی که امروز زندگی میکنیم فکر میکنم که یگانه موازنه بسیار خوبی که میان پاکستان و افغانستان روابط مثبت داشت در زمان شاه ظاهر شاه بود و بعد داوود خان زمانی که بر سر حاکمیت آمدن. من نمیخوایم پیرامون از مسئله هم صحبت کنم به خاطر از که دوستان و شخصیت ها خودشان میدانند که در حقیقت تمام دنیای غرب تلاش کردند که باید در داخل افغانستان به خاطر بیرون راندن شاه که یکی از شخصیت هایی بود که همیشه به مثابه یک شاه معتدل که روابط هم به شرق داشته و هم به غرب و هم از سیاست مسالمت آمیز و یا بزرگ عدم انصراف استفاده میکرد که مورد قبول برای غربی ها نبود و تلاش کردن و تشویقش کردن که باید مناسبات و روابط خود با روس ها نزدیکتر بسازن و از آن طریق شرایط را در افغانستان آوردن که ما شاهدش بودیم. و بعد زمانی که مرحوم داوود خان بر سر حاکمیت آمد کسانی که با او همکاری هم کردن یا همکاری ها را فراموش کرد و بالاخره از روس ها یک کمک آزرده شد که در مناسبات و صحبت های مرحوم داوود خان و برژنف کاملا روشن و واضح است. به هر حالتشان شرایط به گونه آمد که حادثه یا رویداد 7 ثور به میان میاد که در اونجا پاکستان در زمان داوود خان حتی رهبری پاکستان به امریکا سفر کردند و برای امریکایی ها گفتند که شما خبر دارین که در داخل افغانستان یک سلسله تغییرات در حالت به وقوع پیوستن است و اگر شما در اونجا متوجه نباشین و با ما همکاری نکنین نمیتونین تاثیرات مستقیم در افغانستان داشته باشین. و بالاخره امان گپی شد که اینا مجاهدت های خود شروع کردند در زمان حاکمیت مرحوم ترکی و بالاخره حفیظ الله امین و ببرک کارمل و شهید دکتر نجیب و تمام رهبران حاکمان دیگری که بودند. هر کدام ما و شما به یاد داریم که چه مسائلی داشتند و چگونه اینا در برابر مسئله حضور و عدم حضور یا رسمیت و عدم رسمیت خط ډیورند صحبت هایی داشتند و بالاخره این مسائل به اندازه تشنج بیشتر شد که بعضی ها از نقطه نظر حقوقی ما را متهم میکنند که ما باعث اشتعال چنین تنش هستیم و بعضی ها هم پاکستان. به هر حالت از این مسائل یک صرف نظر میکنیم و در شرایط بعد از رویداد 7 ثور پاکستانی ها با تمام توانشان تلاش کردند که در داخل افغانستان تشنج خلق کنند و مسئله بر اساس دید کم ما فکر به حساب ضعیف ما این است که پاکستان در داخل افغانستان تمام تنش هایی که با کشور ما دارد تنها به خاطر موجودیت خط ډیورند نیست، به خاطر اینکه خط ډیورند برشان شاید حل شده باشد یا حل شده نباشد، ولی اینها دارای یک برنامه کاملا دقیق سیاسی و استراتژیک اقتصادی نظامی و سیاسی در افغانستان هستند که حتی میخواهند که تا سرحدات آمو تا اونجا خود برسانند. به خاطر اینکه در موقعیتی که پاکستان فعلا قرار دارد نمیتواند بهره برداری دقیق کند مرزهایی که با ایران دارد، با افغانستان دارد و همچنین مسائل روسیه و چین و هندوستان همگیش در حقیقت پاکستان در یک محاصره یک کاملا جغرافیای سیاسی و اقتصادی و نظامی و حتی بحری قرار دارد و میخواهد که از اونجا باید خود بیرون بکشد و یک مقدار روابط خود، نه تنها روابط خود بلکه بر حاکمیت افغانستان کاملا تسلط و کنترل داشته باشد تا بتواند به طرف آسیای میانه و از اون طریق هم به طرف اروپا دسترسی پیدا کند. فلهذا در داخل افغانستان حضور یک حاکمیت معقول و همشمول و دارای قدرت نظامی و اقتصادی بر پاکستان قابل حل نیست.
فلهذا همواره در تنش ها کوشش میکنند که آفرینندگی داشته باشند. مسئله که در شرایط فعلی برای کشور ما یک مقدار مشکلات به بار آورد. خب من صحبت نمی کنم پیرامون از که تمام خب برمیگردم ببخشید با اون مسئله. یکی از مسائلی که دشوار امروز در داخل کشور ما به وجود آورده و پاکستان هم از اون استفاده میکند، اون مسئله قرارداد دوحه بود. در حقیقت قرارداد دوحه میان افغانستان و امریکا به گونه پیش رفت که در حقیقت 4 مؤلفه اساسی که باید پیرامون از او کار صورت میگرفت تا موارد از او تحقق پذیر میشد متاسفانه صورت نگرفت، که یکی از او مسئله خروج نیروهای نظامی امریکا از افغانستان بود، رهایی تمام زندانیان بود و از جانب دیگر هم باید یک حاکمیت همشمول و کثرت‌گرا در داخل افغانستان. حاکمیت همشمول به معنای حاکمیت تک قومی یا به حساب بگیم تکهداران قومی و غیره نیست، بلکه ملت و مردم افغانستان در آن شرکت داشته باشند. و مسئله دیگر هم مبارزه برخلاف قاچاق و مواد مخدر و تروریسم به شکل مشترکش، که متاسفانه حضور 20 ساله امریکا در داخل افغانستان نه تنهایی که تروریسم کم ساخت بلکه بسیار مطالب دیگر هم بیشتر ساخت و بالاخره در نتیجه تفاهم کتمان و مکتومی که داشتند طالبان را به اشکال مختلف در داخل افغانستان بر سر حاکمیت آوردند. الان یگانه کشوری که در سطح جهانی برخلاف امارت اسلامی در افغانستان حرکت میکنه و کار میکنه و به مذاق و ذوقش نیست در حقیقت پاکستان است، به خاطر اینکه به آن اندیشه و تفکری که طالبان را در داخل افغانستان بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم کردن و میخواستند که بار دیگر اون اهدافی که در 20 سال نتوانستند در افغانستان پیاده کنند با آمدن امارت اسلامی باید پیاده بسازن. ولی دقیقاً که کشورهای هند و ایران و چین و روسیه هم در اینجا بی تفاوت باقی نماندن، هر کدام تاثیرات خود در میان طلبه ها دارند در داخل افغانستان و به همان شکلی که امریکایی ها نخواستند که حزب دموکراتیک خلق با کمک شوروی در افغانستان به پیروزی برسد، یقینا که روسیه و چین و هندوستان و ایران هم نخواستند که امریکا در جریان 20 سال در داخل افغانستان یک نفس راحت سیاسی بکشد. به هر حال آمدیم در شرایط کنونی که حال پاکستان چون امو وعده هایی که امارت اسلامی بر امریکا و پاکستان داده بود در تحققشان ضعف نشان میتن، فلهذا جنگ های زرگری و بهانه های مختلف میکنند تا گویا به نام از که طالبان در داخل افغانستان حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و بیگپا را به حساب مراعات نمیکنند و با مسائل دیگه به حساب سردچار هستند، فلهذا فشار میارن تا بر سر افغانستان بازم یک بهانه دیگر انجام بدن تا امریکا پول وافری در اختیارشان بده که از بنبست اقتصادی و شرایط کنونی باید بیرون شوند. مسئله که همواره پاکستان افغانستان متهم می‌سازد بر ارتباط موجودیت TTP است. TTP و طالبان در داخل افغانستان اینا همگیشان محصول و دستاورد کشور پاکستان و حمایتگرانشان هستند و دقیقاً که اینا هرگز آمادگی ازیر ندارند که با طالبان آن طرف پاکستان زمانی که روابط بسیار خوب داشتند، در زمانی که برخلاف امریکا گویا جهاد داشتند و همکاری کردن و خانه برشان دادن و کاشانه، اینا هم هیچ وقت نمیتونن که با اونا مخالفت داشته باشن. یکی مردمان دیگه مسائل دیگری میگن پشت از اون مطالب فعلا ما نمیگردیم، ولی تنها اما قدر میگوییم که در حقیقت بانه ها پاکستان خودش میتونه که مسائل داخلی کشور خود حل بسازد و باید دشواری ها و نارسایی های سیاسی و نظامی خود بر افغانستان باید تحمیل نکند و پیرامون از حرف نزند. موضوع دیگری که خدمت شما عرض می کنم که دقیقا ما در شرایط فعلی در یک نقطه بسیار تشنج‌زا قرار داریم. مسائل ایران حتما بالای افغانستان، نه تنها بالای افغانستان بلکه بالای کشورهای همسایه و منطقه تاثیرات بسیار زیاد خود خواهد داشت و ما زیاد پیرامون ایران صحبت نمی کنم به خاطر اینکه از زمانی که در بعد از جنگ دوم جهانی، زمانی که ایران با مسابقه یک کشور به نام ایران به حساب با وجود آمد و بعد مسئله پیشنهاد ایران، نام ایران هم پذیرفته شد، کشورهای غربی و امریکا در داخل ایران مداخلات بسیار زیادی داشتند که متاسفانه از زمان حاکمیت دکتر مصدق شروع میشد و دکتر مصدق چگونه در برابرش کودتا کردند و بعد شاه چگونه بر داخل ایران بر سر حاکمیت آوردند و ازش حمایت کردند و بالاخره شاه زمانی که یک مقدار استقلالیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در برابر کشورهای بیرونی اعلان کرد، در حقیقت به خاطر حذف شاه تلاش کردند که باید از صحنه بیرون شن و حاکمیت خمینی را به وجود آوردن. خلاصه می سازم که دقیقاً که از زمانی که حاکمیت در اینجا به وجود آمد، اینها تلاش کردند که باید
حاکمیت در ایران تغییر بخورد و رژیم چنج شود، باید یعنی رژیم باید تغییر بخورد و به مو خاطر اینا تلاش کردن و متاسفانه همیشه دسایس را به وجود آوردن، تعذیرات اقتصادی را به وجود آوردن، و در ضمن برنامه‌های دیگری داشتن، بهانه‌های مختلف هم داشتن و بالاخره خواستن که باید در اونجا مسائل تغییر رژیم به وجود بیاد و در داخل ایران هم گروه‌های مختلف را به چه از کردها باشند چه از گروه‌های دیگری باشند اونا را تسلیح کردن، تمویل کردن، شرق میانه را به اصطلاح تحریک کردن، حتی ترکیه را در برابر ایران، به خاطر از بود که اگر اینا در ایران میخواستن که رژیم تغییر بخورد و به اصطلاح شرایط دیگرگون شود، به نفع امریکا میشود. همان گونه‌ای که یک زمان چرچیل گفته بود که اگر فرانسه اگر بمیرد زیبایی و هنر میمیرد و اگر آلمان بمیرد در حقیقت قدرت و توانایی از بین میرد و اگر انگلیس بمیرد سیاست از بین میرد و اگر ایران بمیرد در اینجا تمدن از بین میرد و اگر دنیای عرب از بین حذف شود گفت فساد و بدروشی از میان برداشته می شود. اینا بر اساس از ما برنامه و کار به اصطلاح کاری کردن و بالاخره سرنوشت به گونه دیگه شد. ببخشید که یک مزاحمت شد، معذرت میخوام. خلاصه میسازم حرفای خدا که بالاخره اصلا فشارهای متعدد در داخل ایران هم شما ببینید زمانی که نتانیاهو برای اوباما و برزولا گفته بود شما اگر خواسته باشین که ما در شرق میانه یک شرق میانه بسیار بزرگ بسازیم و یا اسرائیل بسیار بزرگ بسازیم، لازم می‌داریم که باید در اینجا صدام حسین و دیگه بایسا معمر قذافی و دیگرها از صحنه باید بیرون شوند و در وقت ما میتونیم یک کار بزرگی کنیم و زمانی که بهار عرب به زمستان عرب تبدیل کردن اینا روی گردان به طرف ایران و در ایران هم اینا میخواستن این کارهای صورت بگیرد، اما متاسفانه این یک محاسبه بسیار غلط و بسیار اشتباه آمیز داشتن به خاطر اینکه از مسائل فرهنگی و تاریخی و تمدنی و مسائل عقیده و باورها و گپا بسیار اینا آگاهی نداشتن. مسائل جغرافیایی ایران هم یک محاسبه بسیار غلطی کردن و اما قدری که به اصطلاح تشنج و فشار سر ایران آمد دو چند سر امریکا و اسرائیل آمد و اما فکر میکنم که اینا باید در محاسبات خود حساب دوباره داشته باشند. به هر حالتشان چگونه میتواند که تاثیرات بالای افغانستان داشته باشه؟ یقینا افغانستان با مسابقه کشوری که با پاکستان و ایران روابط همسایگی دارد، هر آن قدری که در داخل افغانستان راحتی و آسایش موجود است به نفع ایران و پاکستان است و هر قدری که اینا به اصطلاح دشواری در برابر کشور ما بیافرینند برای خودشان دشواری است. در شرایط کنون فکر میکنم که افغانستان در یک مخمسه بسیار مشکل قرار دارد به خاطر از اینکه در شرایط کنونی بی‌طرفی و عدم انسجام هم خیلی مشکل است، به خاطر از اینکه جهان مبارزه قدرت است و تکنولوژی و انرژی است. اگر در داخل افغانستان حاکمیت ها به طرف چین و روسیه و ایران و به هندوستان بروند، اینجا امریکا و اروپا مزاحمت میکند و اگر افغانستان به طرف پاکستان و بالاخره امریکا و اروپا برود که ما و شما تجربه دیدیم باز هم برشان دشواری است. فکر میکنیم که اینا تا اندازه‌ای باید بتوانند که بر اساس منافع ملی خود هر قدری که تلاش کنند با اروپایی ها و دیگران رابطه داشته باشیم. بهتر است برای ما که رابطه با کشورهای همسایه داشته باشیم که اونا دیگر از ما تصورات و کشورکشایی قبلی خود که در زمان شوروی سابق و امروز زمان سابق و به حساب پیشتر هم بود حال دیگر صرف نظر میکنن و تا کوشش میکنن که یک روابط نسبتا خوبی نه تنها با افغانستان بلکه با سایر کشورها هم داشته باشند. اینجا رسالت روشنفکران آدمای نخبه و دانشمندان کشور ماست که در حقیقت در نتیجه یک سیاست بسیار خوب در افغانستان بتوانیم ما کشور از این بحران به حساب بیرون بکشیم و برخلاف کسانی که امروز به نامهای مختلف که ما افغان نیستیم که ما به حساب از افغانستان نیستیم که مسائل دیگر هم مطرح میکنن، من فکر میکنم که این گونه افراد و اشخاص و سازمان ها و نیادها هیچ گونه تفاوتی از ایرانی های داخل ایران که در حقیقت از اسرائیل حمایت میکردن و پایکوبی میکردن تفاوت از اینا با اونا هیچ چیزی نیست و این باید مدیریت شود و فکر میکنم که در راستای ایجاد یک فرهنگ جدید گفتمان بین الافغانی باید صورت بگیرد نه بین الاقوامی، به خاطر که اقوام در داخل افغانستان مشکلی ندارند. این مشکلات روشنفکران و چیزفهم‌ها و سیاسیون و با خصوص آن سیاسیونی که در زمان جمهوریت 20 سال در داخل افغانستان هیچ کاری کردن نتونستن آل متوالی شدن، از آنجا میخواین که مزاحمت ایجاد کنن. فکر میکنم که حال زمان زیر رسیده که باید از گرایش به حساب تکداران قومی و به حساب جنگ سالار و گپا صرف نظر کنیم تا اندازه‌ای و اگر ملت بتونیم که به طرف انسجام خوبتر
بکشانیم. بالاخره فکر می کنم که حرفای ما باید کوتاه شود. خدمت شما عرض می کنم که افغانستان نقطه تقاطع است و حتی در گذشته های سابق هم افغانستان ببینید که راه به طرف شرق میانه داشت، به طرف آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، طرف آسیای میانه و همچنین با سایر کشورها داشت. کنون حال هم میتواند که افغانستان انمی بایستان نقش بازی کند و تمام پروژه هایی که در نظر کشورهای همسایه دیگه است از او باید مستفید شویم تا بیرون رفت شود. به طور مثال وقتی که شورای مسئله تاپی، پروژه بیسا تاپی یا راه ابریشم اینا اگر مثلا تحقق پذیر شوند، افغانستان میتواند که مستری به کشورهای همسایه و دیگر جا هم بیسا رفت و آمد داشته باشد و مسائل ترانزیتی، مسائل ترانسپورتی، موضوعات اقتصادی برای افغانستان هم عمده می باشد و بر کشورهای همسایه هم میتواند که یاری رسان باشد. افغانستان در طول تاریخ ببینید اگر ما اشتباه نکنم تمام امپراتوری ها در داخل افغانستان آمدن و آغاز میکنیم از زمان امپراتوری هخامنشی ها، یفتلی ها، کوشانی ها، تورانی ها، ابدالی ها و بالاخره چنگیز خان، تیموریان، مغول اعظم و تورانیان، تمامشان به داخل افغانستان تلاش کردن یا از داخل افغانستان عبور کردن به طرف نقاط دیگری به خاطر به اصطلاح تحقق سیاست استراتژیک و سوق الجیشیشان و یا است که غیر مستقیم افغانستان در مسائل دخیل ساختن. فلحاظ افغانستان امروز هم امون نقش خود دارد، ولی یک اندازه باید ما در شرایط کنونی بگونه فکر کنیم که چگونه ما میتونیم در داخل کشور یک حاکمیت مشروع همشمولی که بتاند در اونجا همه انسانهای کشور بدون در نظر داشت زبان و تاریخ و فرهنگ و مسائل عقیده و باورشان خود را در حاکمیت ها در داخل افغانستان حساب کنند و بالاخره بر اساس از بتانیم که متحدن با مثابه یک ملت بسیار بزرگ به طرف ملت سازی هم بریم و دشواری های کنونی خود هم باید رفع کنیم. ما از نقطه نظر فرهنگی پیشتر جناب یگانه بسیار عالی توضیح داده، از نقطه نظر اقتصادی هم آقای دکتر یار ترکی که ما در حقیقت باز هم در یک نقطه نه تنها تقاطع چهارراهی به یا اینترسکشن فرهنگی قرار داریم، به خاطر است که ما در داخل افغانستان فرهنگ هندی داریم، فرهنگ ایرانی داریم، فرهنگ بومی خودی داریم و فرهنگ چینایی داریم، فرهنگ روسی و ترکی و غیره داریم. این فرهنگ ها در داخل افغانستان در حقیقت سبب اختلاف و انشقاق در داخل افغانستان نمیشه. اینا در حقیقت کثرت‌گرایی فرهنگی کشور ما را نشان میدن که ما اگر در مدیریت دقیق فرهنگی در داخل کشور خود کار کنیم و به سوی ساختار بریم بر اساس نه مسائل قومی و قبیلوی و تباری، بلکه بر بنیاد حقوق محقق شهروندی در داخل افغانستان که هر انسان افغانستان احساس کند به هر قوم و تباری که ارتباط داشته باشد خود در حاکمیت کشور به حساب کنند. بر اساس از ما میتونیم که حرکت کنیم. ما دارای فرهنگ اسلامی هم در داخل کشور خود هستیم، فرهنگ عرب در اینجا داریم، ولی حتی فرهنگ اسلامی ما در شرایط فعلی که ما بتانیم از بنیادگرایی و تعصب و جذبگرایی بیرون شویم، لازم میدانیم که باید فرهنگ اسلامی ما هم باید یک بازشناسی دقیق نیازمند است، به خاطر از که به آن برداشت سنتی و به حساب بگیم عنعنوی که داریم اون نمیتواند بر ما را کشا باشد. و حرف آخر من خدمت شما است که علایق امپراتوری ها در داخل افغانستان زمانی که آمده، ولی گپ بسیار جالبی است که تمام از امپراتوری ها در افغانستان آمدن، در اینجا یا گذشت کردن یا به عبور و مرور داشتن، ولی هیچ کدامشان در اینجا بستر گرم پیدا نکردن. این به خاطر از بود که افغانستان دارای یک جغرافیای بسیار عمیق و مغلق و به حساب بگوییم که دشوار آفرین است، دارای کوهپایه های بسیار بزرگ است، جغرافیای بسیار صعب العبور و دشوار گذر دارد، مسائل اتنیکی و قومی و زبانی و تباری به حساب بسیار مبرم دارد که هر کس اگر اون مسائل در نظر نگیرد، و همچنین روابطی که افغان ها در طول تاریخ با هم داشتند که اینا همیشه بین خود جنگ و نزاع و دشواری ها داشتند، ولی زمانی که یک بیگانه متعرض یا به حساب متهاجم به طرف افغانستان روی گردانده، همه گیزنا متحد شدن، یک جا شدن، واحد شدن و بالاخره فکر میکنیم که در شرایط کنونی هم یه رسالت همه آنهایی است که به افغانستان واحد با موجودیت جغرافیای کنونی که باید مسائل منافع ملی، حاکمیت تمامیت ارضی و حاکمیت مردمی در داخل افغانستان باشد، چه از طریق یک حکومت مرکزی معقول یا به حساب متمرکز معقول، چه از طریق یک حاکمیت به حساب پارلمانی و یا صدارتی باشد، هیچ کدام از اینا به تنهایی خود معنا و مفهومی نخواهند داشت تا زمانی که ما با مثابه انسانهای معقول و به حساب چیزفهم در راستای ایجاد ساختار متمدن در داخل کشور با کمک تمام مردم افغانستان، هیچ قومی در داخل افغانستان
نه کاملا فرشته است و نه کاملا به حساب با معذرت که سالوس یا شیطان است. در میان تمام اقوام انسان‌های شریف، دانسته، فهمیده، متمدن، علاقمند به میهن هستند و آدم‌های مضر به حساب شرارت پیشه هم هستند. ما کوشش کنیم که آنهایی که به خوب اندیشی معروف هستند آنها را متحد بسازیم و آنهایی که شرارت پیشه هستند باید در برابر از یک مبارزه کاملا علمی و منطقی صورت بگیرد تا ما هم بتانیم که به یک جای برسیم. و من فقط در آخر حرف خود اما حرف چرچل باز هم تکرار میکنم، یک حرف دیگری داشت، گفت زمانی که اروپا در یک فرایند کاملا تاریک جنگی قرار داشت همگان متاثر شدن و به احساس شکست احساس میکردن و گفتن تسلیم شویم، ولی ما برشان گفتم نه، در کوچه ها و در بازارها و در پس کوچه ها و در ساحل می جنگیم، به احساس کوشش میکنیم و باید در میان ملت اتحاد و انسجام به وجود بریم، به خاطر که هر ملتی زمانی شکست میخورد که از نقطه نظر ذهنی شکست میخورد در برابر دشمن. ما کوشش کنیم که ذهنیت ملت افغانستان نگاه داشته باشیم و هر کسی که متجاوز در برابر ما قرار بگیرد فکر میکنم که باز هم میتونیم که جواب بسیار معقول و مدبر برش بدیم و به خاطر شکوفایی و رهایی مردم افغانستان از دشواری کنونی. تشکر از شما. تشکر پیکار صاحب عزیز، خیر و برکت نصیبتان. مسائل خیلی مفصل و خیلی مهم مورد بحث قرار دادیم، لذت بردیم و حظ بردیم و نظرتان واقعا قابل قدر است و هم افغان ها باید دست به هم بتن، بخصوص در شرایط جنگی که فعلا وطن ما هر روز مورد بم قرار میگیره، مورد حتی اهانت قرار میگیره. وحدت ملی یگانه راه حل است. تشکر از شما پیکار صاحب. خواهش میکنم. میرسیم طبعا سوال بازم به بخش آخر انتقال میکنه و میریم به بخش چهارم یا پنل چهارم که محترم سپان صاحب بیان میکنن مسائل و این مسئله تا جای تقریبا نوعی از نتیجه گیری هم شاید بده باشه. مسئله ژئوپلیتیک منطقه و تمرکز قدرت ها بر ایران و افغانستان و تقریبا یک شیرازی دیگر خود سپان صاحب چند قبل در خود دریچه واتساپ هم ارائه کردن که از او هم دوستا حتما مستفید شدن و مسائل اضافی هم سپان صاحب امروز ارائه میکنن. تشکر سپان صاحب. تشکر ګران صاحب، ډیره مننه ستاسو نه. او بل د درې وړو متخصصینو نه چې دوی خبرې وکړلې او ډیر ښه مطالب وړاندې کړل، د هغوی نه هم مننه. زما سیاسي سړي لپاره بل ډیره مشکله وي چې د درې متخصصینو څټ ته زه داسې علمي بحث وکولی شم لکه دوی چې وکوو. خو په هر صورت زه داوطلب نه او زه د اتمر صاحب نوبت تیروم. خو په هر صورت خدای دې وکړي چې هغه مسایل چې د پانل ارزښت زیات کې زه تاسو ته ارائه کړلی شم. په څلورم محور کې موږ د سیمې جیوپولیټیک او په ایران او افغانستان د قدرتونو تمرکز موږ څیړو. دا محور د افغانستان او د ایران جیوپولیټیک موقعیت او د سیمه‌ییزو او نړیوالو معادلاتو په چوکاټ څیړي او اساسي پوښتنه مطرح کوي چې آیا په دغه هیوادونو کې چې بحرانونه موجود دي دا کورنی ریشه لري او کدی کې سیمه‌ییز او نړیوال رقابتونه د دې سبب شوي دي چې په دغه دوه هیوادونو کې چې عبارت د ایران او د افغانستان نه ده په دې کې دا حالت راوستی دی. دلته د افغانستان او د ایران په باب باندې یو څو مهم موضوعات مطرح کیږي چې بیا په آخر کې د دې توضیح هم کیږي. د ایران په اړه که موږ ووایو د فارس د خلیج د امنیت مسله ده، د انرژي سرچینې دي او د هغوی د انتقال لارې دي، د سیمې په امنیتي معادلو کې د اسرائیل رول دی، په منځني ختیځ کې د امریکا فوزي حضور دی او د ایران د سیمه‌ییز نفوذ شبکې دي. د افغانستان په اړه باندې کوم موضوعات دي؟ د پاکستان په سیاست کې د استراتیژیکي ژورتیا مفهوم دا یوه لانجه ده، د سرحدي امنیت مسئله ده او د وسلوالو ډلو حضور دی لکه ټي ټي پی او نور. د مرکزی اسیا، جنوبي اسیا او چین ترمنځ د افغانستان جیوپولیټیک اهمیت دی. او بل د هیواد په سیاسي جوړښت کې د مشروعیت او د اغیزمن حاکمیت نشتون دی او یا خلا چې موجوده ده. په دې
مسالو کې یا د دې موضوعاتو په ارتباط باندې کلیدي پوښتنې مطرح کیږي. یوه کلیدي پوښتنه دا ده چې آیا په سیمه کې د پوځي ځواکونو تمرکز یوازې د ایران د سیاستونو پایله ده که د لویو سیمه‌ییزو او نړیوالو رقابتونو نتیجه هم ده؟ او آیا افغانستان د پاکستان لپاره یوازې یوه امنیتي مسله ده که د یوې پراخې ستراتیژي معادلې برخه ګڼل کیږي؟ نو په دې ارتباط باندې موږ اوس بحث کوو که د نړۍ د اوسني جیوپولیټیک نقشه ولیدل شي په دقت سره ښکارېږي چې نړیوالو قدرتونو ته دا منطقه ډیره استراتیژیکه منطقه ده، ځکه دلته د منځني ختیځ، مرکزي اسیا او جنوبي اسیا لکه چې مخکې پیکار صاحب ورته اشاره وکړله دا واقع دي او دا ټول منطقې په یو تقاطع کې پرتې دي. په دغه تقاطع کې ایران او افغانستان یې په مرکزي محور کې قرار لري. نو په دغه حالت کې څنګه کېدای شي چې افغانستان او پاکستان بخښنه غواړم افغانستان او ایران څنګه کېدای شي چې د لانجونه بچ شي؟ د دې تمرکز اصلي علت یوازې سیمه‌ییز سیاست نه دی، بلکې دلته د انرژي مسله او د هغې د امنیت، د ترانزیت مسله، د نړیوالو سیالیو او د نړیوال نظم د بدلون مسله په دغه ځای کې د لویو معادلو په شکل باندې چې دی یو د بل سره تړاو لري. نو موږ که چیرې دلته د اول دا موضوعات که چیرې په 5 برخو کې موږ توضیح کو، نو داسې به توضیح کوو چې د جیوپولیټیکي موقعیت اهمیت دلته څنګه دی. ایران او افغانستان د نړۍ داسې جغرافیې دي چې 3 سترې استراتیژیکې سیمې سره نښلوي. مخکې پیکار صاحب ورته اشاره وکړله، منځنی ختیځ دی، مرکزي اسیا ده او جنوبي اسیا ده. دا سیمه د تاریخ په اوږدو کې د امپراتوریو د تقاطع نقطه او نن هم د نړیوالو قدرتونو لپاره د جیوستراتیژیک کنټرول کلیدي نقطه هم ګڼل کیږي. ایران د خلیج فارس، انرژي او سمندري لارو کنټرول ته نږدې دی او افغانستان د ایرویشیا د وچې د دهلیزونو او ځمکنیو لارو په مرکز کې چې د موقعیت لري. نو که چیرې د خلیج فارس د انرژي او سمندري لارو کنټرول یوې خواته کې او بیا د ایرویشیا د وچې د دهلیزونو او د ځمکنیو لارو موقعیت بلې خواته کې، نو افغانستان او ایران به څنګه دردسر ونه لري. په همدې دلیل ځینې جیوپولیټیکي پوهان افغانستان ته د اسیا د زړه حیثیت ورکوي. بیا هم پیکار صاحب په دې مسله کې خبرې وکړلې. دویمه خبره چې دلته ده هغه د سترو قدرتونو ستراتیژیک رقابت دی. په دې سیمه کې د نړیوالو قدرتونو سیالي څو اړخونه لري. اول، امریکا څه ستراتیژي په دې منطقه کې لري؟ امریکا هڅه کوي چې ایران د نفوذ د لحاظه کنټرول کړي، یعنی نفوذ محدود. د چین د یو سړک او د کمربند پروژه مهار کی او مخې ونیسي، د روسیې نفوذ کنټرول کی او د انرژي او د سمندري لارو امنیت په خپل لاس کې ونیسي. نو د همدې عمله د واشنگټن لپاره دا منطقه د فشار او د مهار یوه جبهه ګڼل کیږي. افغانستان بیا د امریکا لپاره د جیوستراتیژیک نظارت یوه نقطه ګڼل کیږي. ولی؟ په دې خاطر باندې چې د باګرام هوایي ډګر چې د موږ نه غواړي، په دې خاطر یې نه غواړي چې د دې ځای نه مرکزي اسیا، چین، ایران، روسیه او جنوبي اسیا ټول څارل کېدلی شي. د بل لانجه دلته د چین ستراتیژي څه شی ده؟ چین په دې ځای کې 3 مهم اهداف لري. اول دا غواړي چې د انرژي خوندي لارې پیدا کړي چې انرژي خپل هیواد ته انتقال کړل شي، او که څه خپل چین لري باید د چین نورو ځایونو ته انتقال کړل شي. دویم هدف یې یو سړک او د یو کمربند د دهلیزونو د غځولو مسئله ده چې باید په اسانه ډول باندې وغځولی شي. او بل خبره د سینکیانګ د امنیت مسئله ده چې هغه باید ټینګ کړي.
نو په دې ځای کې افغانستان د چین لپاره د مرکزی اسیا او جنوبي اسیا د اتصال پول بلل کیږي او ایران د چین د انرژي د مهم شریک حیثیت دلته پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې دی چې د ایران سره د چین ستراتیژیک تړونونه ډیر زیات هغه دي دایمي تړونونه دي. په دې ځای کې روسیه څه ستراتیژي لري؟ روسیه هڅه کوي چې په منځنۍ اسیا کې خپل نفوذ وساتي، د ناتو او امریکا د پوځي حضور مخه ونیسي چې دلته رانږدې نشي، د یوریشیا د امنیتي توازن ساتنه هم وکړي. اوس په دې ځای کې افغانستان د روسیې لپاره څه حیثیت لري؟ د امنیتي کمربند حیثیت لري، ځکه دلته د افراطیت او د ناامنۍ خپرېدل دوی ته نقص کوي. دریمه مسئله چې موږ دلته لرو هغه د انرژي او د ترانزیت د معادلې مسئله ده. د نړۍ د انرژي لوی زیرمې په همدې سیمه کې یا د همدې سیمه شاوخوا پرتې دي. کومه منطقي دي؟ خلیج فارس ده، منځنی ختیځ ده او مرکزی اسیا ده. د نړۍ د مهمو نفت ګاز لرونکو هیوادونو څخه ایران شمیرل کیږي او افغانستان د څه اهمیت لري؟ د ترانزیت د دهلیزونو په توګه باندې چې د اهمیت لري. ولی په دې خاطر باندې چې د منځنۍ اسیا انرژي هم د دې دهلیزونو نه یوې خوا بلې خوا ته ځي، دغه دهلیزونو نه د جنوبي اسیا بازارونو ته هم تګ راتګ کیږي او د چین اقتصادي دهلیزونه هم چې د دغه دهلیز په واسطه باندې چې فعالیږي. نو په دې خاطر باندې د سیمې راتلونکي په دې ځای کې یوازې اقتصادي یوازې سیاسي نه ده چې یوازې سیاسي اهمیت ولري، بلکې اقتصادي جیوپولیټیک اهمیت هم لري. نو په دې ځای کې دی چې څلورم بحث زمونږ د نیابتي رقابتونو خطر دی. کله چې ستر قدرتونه په یوه سیمه تمرکز وکړي لکه دا اوس چې تمرکز کړی دی، نو اکثره وخت د سیمه د نیابتي رقابتونو میدان ګرځي. موږ یې بیلګې یادوو. په زمونږ په سیمه کې نیابتي جګړې شته، استخباراتي رقابتونه شته، د سیمه‌ییز متحدینو کارول شته. په موږ باندې چې اوس بمباردمان پاکستان کوي، خدا خو یو څوک ورته وایي، اقتصادي فشارونه او بندیزونه شته. ایران له اوږدې مودې راهیسې د اقتصادي بندیزونو او امنیتي فشارونو سره مخ دی او بیا افغانستان د څو لسیزو راهیسې د نړیوالو رقابتونو د تقاضا میدان پاتې شوی دی. د دواړه هیوادونه یعنی په داسې یو منجلاب کې ککړ دي. اوس نو پنځمه مسئله باندې چې بحث کوو هغه دا ده چې نو افغانستان کوم ستراتیژیک انتخاب لري؟ د افغانستان لپاره اساسي پوښتنه دا ده چې آیا دا هیواد باید د نړیوالو رقابتونو په میدان کې پاتې شي او که د سیمې د همکاریو په دهلیز باندې واوړي؟ افغانستان کولی شي چې درې مهم رولونه ولوبوي. یو د سیمه‌ییز اتصال پول دی چې امکانات شته، د اقتصادي ترانزیت مرکز دی چې امکانات شته، او بل د امنیتي ثبات محور په توګه باندې راپورته کېدل، د دې امکانات هم شته دی. خو دا خبرې څه وخت رامنځته کیږي؟ دا خبرې هغه وخت رامنځته کیږي چې دلته سیاسي ثبات رامنځته شي، مشروع او ټول شموله نظام جوړ شي او د سیمې سره متوازن سیاست غوره شي. په پای کې به ووایم چې جیوپولیټیک موږ ته دا ښیي چې جغرافیه یوازې نقشه نه ده بلکې سرنوشت هم جوړوي. ګوره جغرافیه یوازې نقشه نه ده بلکې سرنوشت هم جوړوي. ایران او افغانستان دواړه د نړۍ په حساس کمربند کې موقعیت لري چې د نړیوالو قدرتونو سیالي پکې روانه ده. که دا سیمه د رقابت پر ځای د همکاري او اتصال سیمه شي، نو کولی شي چې نړۍ د اقتصاد، انرژي او ترانزیت مهم مرکز وګرځي. خو که د قدرتونو د رقابت دوام همداسې لکه چې دا اوس دی همداسې دوام پیدا کړي، نو خطر شته چې دا سیمه به هم د نړیوالو سیالیو او بې ثباتیو قرباني همداسې پاتې شي لکه دا اوس چې ده. مخکې د دې نه چې د څلورو واړو پنلونو نتیجه ګیرۍ ته ولاړ شو، زه د
زموږ د غونډې د رئیس څخه هیله کوم چې سوالونو ځوابونو ته ځای ورکړي. که چیرې په سوالونو ځوابونو کې مهمه نقطې وي چې بیا د جنببندۍ په هغه کې هم څه نقطې کتنه واخیستل شي بهتره به وي. نو زه نه پوهېږم چې داسې غواړئ او که چیرې یوه وړه جنببندي وکړو، خو زه فکر کوم چې پوښتنې او ځوابونه که مطرح شي ښه به وي. څنګه تاج صاحب، تاسو څه نظر لرئ؟ تاسو ګران صاحب. صحیح ده. زه فکر کوم چې پوښتنې او ځوابونه بیا وروسته به یو جنببندي موافق هستم. صحیح. زه به هم لږ هغه وکړم. خدای دې وکړي چې زما خبرې ډېرې اوږدې شوې نه وي. نه ډېره مننه سپان صاحب، ډېر ښه موضوعات مطرح کړه. واقعا د منطقي جیوپولیتیک موقعیت په جنګونو کې اساسي نقش لري او مهمه مسله ده، او تاسو په ډېر ښه صورت دا مسله تشریح کړه او تر هغه وړاندې مو ونیوه. او جیوپولیتیک موقعیتونه واقعا په جنګونو کې د جنګونو سرنوشتۍ نه وي او دا یوه اساسي مسله ده. ستاسو نه ډېره مننه. اوس نو راځو پوښتنې او سوالونو ته. زه فکر کوم چې اول بحث د یګانه صاحب چې تشریح کړه دغه په مورد کې، او کېدای شي چې سوالونه یې ورته مطرح شي، بیا وروسته بیا هر موضوع پورې چې ارتباط درلوده بیا دوستان دې ورته ځواب ورکړي. همداسې به صحیح که نه؟ بس دوستان دې هغه کړي، لاسونه پورته کوي او یا که